وقتی که انسان هر عملی رو با کثرت انجام داد میرسه به یه مرحله ای از اباحیت، مرحله ای از حس مرده‌ای که در ارتباط با اون عمل بهش دست میده. هر عملی رو، میخواد دزدی باشه، میخواد نعوذ بالله ارتباط با نامحرم و با غیر نامشروع جنسی باشه، هر نوعی که میخواد باشه، هر عمل کردی باشه، تکاسل در نماز و عبادت باشه، حق و ناحق کردن باشه، دزدی باشه، اختلاس باشه، با کم شروع میشه و به طور تدریج به مرحله میرسه کلن حیثیت قباحت و خطا و اشتباه صفر میشه، محو میشه. میلیاردها میلیارد دزدی میکنه، براش عادی هست. هزاران انسان رو به قتل میرسونه به خاطر، فقط به خاطر کرسی مقامی که داره، براش مثل آب خوردن هست، هیچ احساس نمیکنه. این انسانای بیگناه چرا من کشتم؟ مگه خودم روزی نباید انتظار مرگ رو بچشم یا سکرات موت رو تجربه کنم؟ اصلا فراموش میکنه. در نتیجه آیه بعد برامون یک نکته بسیار مهمی رو میاره، میگه ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. گمراهی که ما ازش از الله متعال پناه میخوایم و میگیم پروردگار ما رو هدایت بده، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین، به این صورت درمون میگه که شما که این رو از الله متعال پناه میخواید، از این باعث میشه کفروا بعد ایمانهم، ایمان آوردید بعد از ایمان دوچار کفر میشید. میتونه کفر خفی باشه، میتونه کفر فعلی باشه، در ظاهر مؤمن باشید، در حکم مسلمان باشید، ولی در درون مرتکب سهل انگاری و کفر عملی بشید. این کفر وقتی که مستمر و تدریجی رشد کرد دیگه ایمان رو نقض میکنه. ایمان رو به هر اندازه که این پله کفر سنگین‌تر شد، پله ایمان سبکتر میشه. به هر اندازه سیاهی کفر بر قلب نشست، نور ایمان از دل کم میشه. به هر اندازه گناهانی که از کفر نشأت میگیره در سیرت و سلوک انسان تثبیت شد، اعمال ایمانی کم میشه، عبادات کم میشه. بعد از این ثم ازدادوا کفرا، بعد از این کفرشون ازدیاد پیدا کرد، وسعت پیدا کرد، دامنش زیاد شد. کفر همون مثل ایمان دوچار از نقص و اضافه هست. همونطور که ایمان کم و زیاد میشه، کفرم به تدریج ازدیاد پیدا میکنه. طوری میشه که این افراد هم ازدیاد ایمانشون در طول زندگی اونها رو میرسونه به مرحله‌ای که لن تقبل توبتهم، به مرگ میکشونه اونها رو که توبهشون پذیرفته نمیشه، یا این که به یه مرحله کشیده میشه که اینها توبه خالصانه ای ندارن، نمیکنن که توبه پذیرفته بشه. عدم قبول شدن توبه از دو عامل بیرون نیست در دنیا، یا این توبه خالص نیست، یا این توبه در فرصت توبه کردن نیست. این دو موضوع هست. لن تقبل توبتون، توبه که پذیرفته نمیشه، دو حالت داره. یا این توبه خالصانه نیست، از قلب نیست، با نیت برگشت نیست، ریا هست، تظاهر هست. یا این که این توبه در فرصتی که وجود داره یا برای انسان وجود داره در اون محقق نشده، رسیده به آخرین مرحله. اون آخرین مرحله اینجا هست در سوره نساء. سوره نساء لیست التوبة للذین یعملون السیئات، اون کسانی که دچار عادت مستمر در
سلوک و رفتار بد میشن، حتی اذا حضر احدهم الموت، حتی اینکه برسن تا هنگام حضور موت یا در هنگام جان کندن، اونجا میگن قال انی تبت الان، بگن ما توبه کردیم. اما بعد از موت که دیگه قضیه تمامه. ولا الذین یموتون و هم کفار، و نه اون کسانی که میمیرن و در کفر میرن. توبه در آخرت که دیگه هیچ، صفر هست.